فرافضا و تخیل علمی تقدیم می‌کند. این اپیزود چرا در ابتدای پیدایش کیهان ماده بر ضد ماده غلبه کرد. تصور کنید جهانی را که در آن هر ذره مادی یک همتای کاملا مشابه اما با بار مخالف دارد. ضد ذره. اگر یک الکترون کوچک با بار منفی داریم، یک پوزیترون هم داریم که جرمش دقیقاً همان است اما بارش مثبت است. در این جهان وقتی ذره و ضد ذره با هم روبرو می شوند، مثل دو دشمن قدیمی همدیگر را نابود می کنند و به جای آنها فقط انرژی خالص به شکل نور یا ذرات دیگر باقی می ماند. این تصویر یک تصویر علمی تخیلی نیست، بلکه واقعیتی است که در قلب فیزیک ذرات مدرن وجود دارد. در شتاب دهنده های ذرات مثل سرن ما هر روز این رقص مرگ میان ذره ها و ضد ذره ها را مشاهده می کنیم. حتی در زندگی روزمره، در دستگاه های پزشکی مانند پتسکن یا پوزیترونگرافی. در واقع در این دستگاه ها ما از همین پدیده ها استفاده می کنیم. پوزیترون ها در بدن تولید می شوند، با الکترون ها برخورد می کنند و نابود شدنشان انرژی به شکل فوتون ایجاد می کند که برای تصویربرداری از بدن به کار می رود. اما حالا بیایید به آغاز کیهان برگردیم. همان لحظه های نخست بیگ بنگ حدود 13.8 میلیارد سال پیش. طبق قوانین فیزیکی که ما می شناسیم در آن لحظات بایستی مقداری مساوی از ماده و ضد ماده تولید شده باشد. یعنی برای هر پروتون یک پاد پروتون وجود داشته باشد و برای هر الکترون یک پاد الکترون یا همان پوزیترون و برای هر نوترون یک پاد نوترون. اگر همه چیز دقیقاً متقارن بود، جهان امروز باید فقط پر از فوتون‌ها و انرژی خالص می بود. نه ستاره‌ای بود، نه کهکشانی، نه زمینی و نه انسانی برای فکر کردن به این سوالها. اما به طرز عجیبی جهان ما سراسر از ماده ساخته شده است. ضد ماده تقریباً به طور کامل ناپدید شده و همین یک راز عمیق کیهان شناسی را شکل داده. چرا در آغاز کیهان ماده بر ضد ماده غلبه کرد؟ دانشمندان برای پاسخ به این معما نظریه‌ای به نام شکست تقارن باریونی یا باریون اسیمتری مطرح کردند. ایده این است که در قوانین فیزیک اندکی عدم تقارن وجود دارد که باعث شده از هر میلیارد ذره ماده و ضد ذره یکی از ذرات ماده باقی بماند. نمیدانم باور میکنید یا نه، ولی همین کسر کوچک، همین خطای کوچک طبیعت بذر همه کهکشان ها، ستاره ها و زندگی روی زمین شده است. برای درک این موضوع میتوان به آزمایش های مهمی اشاره کرد. در دهه 1960 فیزیکدانان کشف کردند که قوانین طبیعت همیشه به طور کامل متقارن نیستند. ذراتی به نام کیانها و بیمزونها نشان دادند که قوانین فیزیک در رفتار ذره و ضد ذره کمی تفاوت قائل می شوند. این را در واقع در فیزیک مدرن نقض CP می نامیم که C نمایانگر تقارن بار الکتریکی و P نیز مبین تقارن مکانی است. این کشف نشان داد که شاید همین نقض کوچک تقارن است که جهان را به شکل امروز درآورده است. در فیزیک ذرات بنیادی تقارن CP بیان می کند که اگر یک ذره با پادذره خود جایگزین شود و مختصات فضایی آن به صورت آینه‌ای معکوس گردد، قوانین فیزیک نباید تغییر کنند. اما با پیشرفت تحقیقات مشخص شد که این فرضیه همیشه در طبیعت برقرار نیست. نقض CP به معنای دقیق آن این است که وقتی هر دو شرط فوق اعمال شوند، قوانین فیزیک می توانند تغییر کنند
و ذرات و پادذراتشان رفتار متفاوتی از خود نشان دهند. حالا تصور کنید اگر این تفاوت کوچک وجود نداشت، جهان امروز پر از انرژی خالص و فوتون می بود. در آن صورت هیچ سیاره، هیچ درختی و حتی هیچ انسانی برای تماشای آسمان شب وجود نداشت. جهان ما با تمام عظمتش حاصل یک عملیات جذاب کوچک عدم تقارن است. این داستان به ما یادآوری می کند که حتی تغییر در کوچکترین جزئیات در قوانین طبیعت می توانند سرنوشت کل کیهان را تغییر دهند. به قول ریچارد فاینمن، فیزیکدان مشهور، جهان طوری است که اگر یک چیز کوچک کمی فرق کند، کل داستان نیز فرق خواهد کرد. چنین قاعده‌ای باعث پیدایش کیهان پرتلاطم ما به شکلی شده است که حال بعد از گذشت نزدیک به 14 میلیارد سال می‌بینیم. بله، جهانی را تصور کنید که در آن هر ذره ماده یک پادماده همسان دارد. در یک چنین جهانی وقتی ذره و پادذره به هم میرسند، قطعاً میبایست به کلی یکدیگر را نابود میکردند و فقط انرژی خالص باقی میماند. اما ما اینجا هستیم و این یک سوال بزرگ را پیش روی ما میگذارد. چرا در آغاز کیهان ماده بر ضد ماده غلبه کرد؟ معمای تقارن. طبق نظریه بیگ بنگ، کیهان در نخستین لحظات تولد خود به طرز باور نکردنی داغ و متراکم بود. دمای میلیاردها برابر مرکز خورشید و تراکمی به حدی زیاد که در آن مفاهیمی مثل ذره و اتم حتی معنای امروزی خود را هم نداشتند. در این شرایط انرژی خالص لحظه به لحظه به ذره و ضد ذره تبدیل می شد. برای هر پروتون یک پاد پروتون ایجاد می شد. برای هر الکترون یک پوزیترون. جهان در آن زمان یک میدان رقص متقارن از ماده و ضد ماده بود. حالا اگر این تقارن کامل حفظ می شد، سرنوشت کیهان چیزی جز نابودی نبود. هر ذره و ضد ذره‌ای که همدیگر را ملاقات می کردند در برخوردی دهشتناک از هم می پاشیدند و به فوتون‌های پر انرژی تبدیل می شدند. جهان ما امروز می توانست تنها دریایی بی انتها از نور باشد، بیان که حتی یک ذره ماده برای ساختن ستاره‌ها، سیارات یا حیات باقی بماند. اما واضح است که چنین نشد. جهان ما پر از ماده است و این ماده در کهکشان‌ها، سیارات و حتی بدن خود ما حضوری دائمی دارد. این سوال که چرا ماده بر ضد ماده غلبه کرد از بنیادی ترین پرسش‌های فیزیک مدرن است. در سال 1967 فیزیکدان برجسته روسی آندری ساکاروف با نبوغی مثال زدنی 3 شرط اساسی را برای توضیح این پدیده ارائه داد. این شروط که به شرایط ساکاروف معروف شدند، پایه نظریه درک ما از عدم تقارن ماده و ضد ماده را شکل دادند. فرض 1. نقض تعداد باریون ها. بارyon number violation. در فیزیک کلاسیک تعداد باریون ها یعنی ذراتی مثل پروتون و نوترون در یک سیستم پایسته در نظر گرفته می شود. اما اگر جهان میخواست عدم تعادل ایجاد کند، باید فرایندهایی وجود می داشت که این قانون را بشکند. یعنی باید مکانیزمی باشد که تعداد پروتون ها و نوترون ها را تغییر دهد. این ایده در نظریه های بزرگ یکپارچه GUT و حتی در مدل استاندارد فیزیک ذرات نیز بررسی شده است. دوم، نقض تقارن CP. Charge and Parity Symmetry Violation. این شرط به معنای آن است که طبیعت بین ماده و ضد ماده بی‌طرف نیست. C یا تقارن بار الکتریکی میگوید اگر بار همه ذرات را عوض کنیم، قوانین فیزیک باید ثابت بماند. P یا تقارن فضایی میگوید اگر راست و چپ را در معادلات فیزیک عوض کنیم، باز هم باید همان نتایج را بگیریم. اما در دهه 1960 فیزیکدانان کشف کردند که این تقارن‌ها شکسته می‌شوند.
آزمایش‌های مشهور روی ذراتی مثل کیان‌ها و بعدها مزون‌های بی یا بی مزون‌ها نشان داد که قوانین طبیعت کمی ماده را به ضد ماده ترجیح میدن. این کشف نقطه عطفی در تاریخ فیزیک بود، چون نشان داد جهان راهی برای شکستن این تعادل دارد. و سوم، خروج از تعادل گرمایی. Departure from thermal equilibrium. در لحظات آغازین بیگ بنگ، کیهان به سرعت در حال انبساط و سرد شدن بود. در این شرایط واکنش‌های لازم میان ذرات نمی‌توانستند با سرعت کافی برای حفظ تعادل رخ دهند. همین خارج شدن از تعادل گرمایی فرصت مناسبی برای ایجاد عدم تقارن فراهم کرد. تصور کنید جهانی که مثل یک بازی شطرنج است، اما ناگهان سرعت بازی آنقدر زیاد شود که مهره‌ها دیگر فرصت پیدا کردن جای درستشان را نداشته باشند. این همان چیزی است که در لحظات اولیه کیهان رخ داد. شرایط ساکاروف در کنار کشفیات آزمایشگاهی امروزه به یکی از ستونهای نظری فیزیک ذرات و کیهان شناسی تبدیل شده است. هنوز هم دانشمندان در آزمایشگاه‌های عظیمی مانند LHC در سرن در تلاشند تا شواهد بیشتری برای این فرایندها پیدا کنند. برای مثال آنها به دنبال شواهدی از نوترینوهای بدون جرم یا با جرم بسیار کم هستند که می توانند در این عدم تقارن نقش کلیدی داشته باشند. جالب است بدانیم که ضد ماده واقعا وجود دارد و حتی تولید و ذخیره مقدار کمی از آن در آزمایشگاه‌های ما ممکن شده است. در سرن محققان توانستند اتم‌های ضد هیدروژن بسازند و رفتارشان را مطالعه کنند. اما مقایسه این مقدار ناچیز با دریای ماده‌ای که کیهان را پر کرده به ما نشان می‌دهد که هنوز رازهای عمیقی درباره لحظات آغازین جهان باقی مانده است که ما از آنها بی‌خبریم. به این ترتیب نظریه ساکاروف مثل یک نقشه راه است. نقشه‌ای که ما را از دل بی‌نظمی بیگ بنگ به جهانی رسانده که در آن ستاره‌ها می‌درخشند، سیارات شکل می‌گیرند و انسان‌هایی مثل ما فرصت پرسیدن همین سوال‌ها را پیدا کردند. فیزیک فراتر از مدل استاندارد. مدل استاندارد فیزیک ذرات یکی از موفق‌ترین دستاوردهای علمی بشر است. این نظریه نقشه کامل از جهان زیر اتمی ارائه می‌دهد. جهانی که در آن همه اجزای ماده از کوارک‌ها و لپتون‌ها ساخته شدند و نیروهای بنیادی بجز گرانش با ذراتی به نام بوزون‌ها منتقل می‌شوند. این مدل چنان دقیق است که پیش‌بینی‌هایش در آزمایش‌های شتاب دهنده‌های ذرات با دقتی باور نکردنی تایید شده است. حتی وجود ذره هیگز که سالها تنها در معادلات روی کاغذ بود، در 2012 در سرن به طور تجربی مشاهده شد. اما با تمام این موفقیت‌ها، مدل استاندارد پاسخی قطعی به راز بزرگ عدم تعادل ماده و ضد ماده ندارد. این مدل نقض CP را تا حدی پیش بینی می‌کند، اما این مقدار بسیار کوچک است و به هیچ وجه برای توضیح اینکه چرا میلیاردها کهکشان از ماده ساخته شده‌اند کافی نیست. به بیان ساده‌تر، مدل استاندارد انگار تنها بخشی از داستان را روایت می‌کند و ما به فیزیکی فراتر از آن نیاز داریم. اینجاست که نظریه‌های جدید وارد میدان بازی می‌شوند. نظریه‌هایی که سعی می‌کنند شکاف‌های مدل استاندارد را پر کنند و معمای جهان ما را حل کنند. نظریه‌هایی چون ابرتقارن، وحدت بزرگ و نظریه ریسمان. بیایید تا نگاهی گذرا به هر یک از این نظریات عجیب داشته باشیم. ابتدا ابرتقارن یا سوپر سیمتری. این نظریه پیشنهاد می‌دهد که هر ذره شناخته شده یک ابرشریک سنگین‌تر از خود دارد. برای مثال الکترون یک سلکترون، کوارک اسکوارک و فوتون‌ها فوتینو دارند. این ایده نه تنها به وحدت نیروهای بنیادین کمک می‌کند، بلکه می‌تواند ذرات جدیدی را معرفی کند
که به شکل طبیعی‌تر نقض CP بیشتری تولید کنند. ابرتقارن همچنین یکی از نامزدهای اصلی برای توضیح ماده تاریک هم هست. ذرات مرموزی که بخش عمده‌ای از جرم جهان را تشکیل میدن اما هنوز مستقیما دیده نشدند. و بعد نظریه‌های وحدت بزرگ Grand Unified Theories یا GUT. این نظریه‌ها رویای فیزیکدانان برای متحد کردن سه نیروی بنیادین طبیعت، الکترومغناطیس، نیروی ضعیف و نیروی قوی در یک چارچوب واحد است. در مقیاس‌های انرژی بسیار بالا شاید این نیروها تفاوتی از هم نداشته باشند. بسیاری از نسخه‌های GUT پیش بینی می‌کنند که باریون‌ها در نهایت ممکن است نابود شوند. چیزی که اگر روزی در آزمایش‌ها تایید شود یک انقلاب در فیزیک خواهد بود. همچنین این نظریه مکانیزم‌هایی برای تولید نقض CP بیشتر فراهم می‌کند که می‌تواند به حل معمای ماده کمک کند. و در انتها نظریه ریسمان String Theory، نظریه‌ای که در مرزهای ریاضیات و فیزیک قرار دارد. این نظریه میگوید ذرات بنیادی نقطه‌ای نیستند بلکه حلقه‌ها یا رشته‌های کوچکی هستند که در ابعاد بسیار ریز می‌لرزند. هر الگوی ارتعاشی یک ریسمان به یک ذره بنیادی تبدیل می‌شود. ریسمان‌ها حتی ابعاد اضافی را پیشنهاد می‌دهند. جهانی با 10 یا 11 بعد. این چارچوب می‌تواند توضیح دهد که چرا قوانین فیزیک در جهان ما کمی عدم تقارن دارند، هرچند هنوز شواهد تجربی مستقیم برای آن در دست نیست. با وجود این ایده های هیجان انگیز باید تاکید کرد که هنوز هیچ یک از نظریه ها به طور تجربی تایید نشدند. تلاش های عظیمی در شتاب دهنده هایی مانند LHC در سرن برای پیدا کردن ذرات ابرتقارن یا نشانه های دیگری از فیزیک فراتر از مدل استاندارد انجام می شود. دانشمندان همچنین از رصدخانه‌های کیهانی، آشکارسازهای ماده تاریک در اعماق زمین و حتی آزمایش‌های فوق دقیق روی اتم‌ها برای یافتن نشانه‌هایی از این فیزیک جدید استفاده می‌کنند. این وضعیت شبیه داستان‌های کاراگاهی است. ما شواهدی داریم مثل این واقعیت که جهان از ماده ساخته شده است، اما ابزارهای فعلیمان هنوز مجرم اصلی را پیدا نکردند. شاید کشف بعدی ما انقلابی همتراز با کشف بوزون هیگز و یا حتی چیزی فراتر از آن باشد. جهان ما به وضوح از قوانین عمیق‌تری پیروی می‌کند که فراتر از مدل استاندارد هستند و این جستجو برای درک آن قوانین شاید مهمترین مأموریت فیزیک مدرن است. جستجویی که نه تنها رازهای ماده و ضد ماده بلکه اسرار گرانش کوانتومی، ماده تاریک و حتی منشأ خود زمان و مکان را هم آشکار کند. وقتی به راز عدم تعادل میان ماده و ضد ماده فکر می‌کنیم، بحث فقط با آزمایش‌های شتاب دهنده‌های ذرات یا معادلات ریاضی محدود نمی‌شود. این پرسش پای خود را از دنیای فیزیک بیرون گذاشته و وارد قلمرو فلسفه و حتی معنای هستی می‌شود. چرا جهان ما چنین است؟ چرا ماده بر ضد ماده برتری پیدا کرد؟ آیا این تنها یک اتفاق تصادفی کیهانی بود یا نشانه‌ای از اصولی عمیق‌تر و بنیادین در ساختار طبیعت است؟ برای لحظه‌ای به اطراف خود نگاه کنید. هر ستاره، هر سیاره، هر ذره بدن شما از ماده ساخته شده است. اگر این عدم تعادل کوچک در نخستین لحظات پس از بیگ بنگ رخ نمیداد، هیچ کدام از اینها وجود نداشت. در واقع جهان ما میتوانست تنها دریایی از نور و فوتون‌های بیجان باشد. حتی چیزی وجود نداشت که بتواند درباره وجود سوال کند. همین که شما این متن را میخوانید یا درباره این مسئله فکر میکنید، نتیجه یک عدم تقارن بسیار کوچک است که شاید در 1 میلیاردم ثانیه پس از آغاز جهان شکل گرفته باشد. این پرسش ها پای ما را حتی
این پرسش ها حتی پای ما را به ایده تنظیم دقیق کیهان یا تئوری فاین تیونینگ باز می‌کند. برخی فیلسوفان و دانشمندان استدلال می‌کنند که جهان به طرز عجیبی برای زندگی مهیاست. از ثابت‌های بنیادی طبیعت مثل سرعت نور و جرم الکترون گرفته تا نیروی گرانش و نیروی هسته‌ای، همه چیز به گونه‌ای ظریف در تعادل است. اگر حتی یکی از این مقادیر اندکی متفاوت بود، ستاره‌ها شکل نمی‌گرفتند. عناصر شیمیایی پیچیده‌ای مثل کربن و اکسیژن نیز ایجاد نمی‌شدند و حیات هرگز ظهور پیدا نمی‌کرد. البته حیات آنطور که ما می‌شناسیم. پس آیا این برتری ماده بر ضد ماده بخشی از همین تنظیم دقیق است؟ در اینجا دو نگاه فلسفی و علمی عمده مطرح می‌شود. ابتدا تصادف کیهانی. برخی دانشمندان معتقدند که این اتفاق صرفاً نتیجه تصادف است، یعنی قوانین فیزیک، فرآیندهای کوانتومی و شرایط اولیه جهان چنین نتیجه‌ای را رقم زدند بی آنکه هدف یا طرحی پشت آن باشد. درست مثل پرتاب یک سکه کیهانی که به شکلی غیرمنتظره به نفع ماده به زمین افتاد. و دوم، چند جهانی یا مالتیورس. ایده دیگر میگوید شاید جهان ما تنها یک از بیشمار جهانهای ممکن است. هر جهان قوانین فیزیکی خاص خود را دارد و در برخی از این جهانها شاید ماده و ضد ماده در تعادل کامل نابود شده باشند یا حتی ضد ماده غالب باشند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که شرایط آن برای پیدایش ماده و در نتیجه زندگی مناسب بوده است. این نگاه گاهی با اصل انسان نگر یا آنتروپیک پرینسیپل همراه می شود که می گوید ما جهان را اینگونه می بینیم چون تنها در چنین جهانی امکان وجود ناظرانی مانند ما وجود دارد. این پرسش ها حتی رنگ بوی متافیزیکی هم پیدا می کنند. برخی فیزیکدانان و فیلسوفان از خود می پرسند آیا قوانین فیزیک خودشان تصادفی هستند یا از اصول عمیق‌تری ناشی شدند؟ آیا واقعیت تنها یک جهان با مجموعی از اعداد ثابت است یا لایه‌های پنهانتری دارد که هنوز حتی تصورشان را هم نکرده ایم؟ در این میان جذابیت داستان این است که علم و فلسفه در این نقطه به هم میرسند. فیزیکدانان با شتاب دهنده ها و تلسکوپ ها در تلاشند نشانه هایی از نقض تقارن ها و قوانین بنیادی بیابند، در حالی که فیلسوفان با استدلال های منطقی و اصول متافیزیکی تلاش میکنند معنای این یافته ها را درک کنند. هر دو مسیر در نهایت به پرسش های یکسانی میرسند، پرسش هایی که ما بارها و بارها از خود پرسیده ایم. چرا چیزی به جای هیچ چیز وجود دارد؟ چرا جهان ما اینقدر دقیق و ظریف به نظر می رسد که زندگی را ممکن کرده است؟ و مهمتر از همه، آیا این داستانی یگانه است یا تنها یکی از بی‌نهایت روایت‌های ممکن واقعیت؟ این همنشینی علم و فلسفه یادآور این است که برای فهم عمیق‌تر هستی باید از هر دو ابزار بهره ببریم. دقت و تجربه علمی از یک سو و شهود و تحلیل فلسفی از سوی دیگر. شاید پاسخ این پرسش ها فراتر از دانش امروز ما باشد، اما همین جستجو برای یافتن پاسخ بخشی از زیبایی انسان بودن است. پرسش درباره اینکه چرا ماده بر ضد ماده برتری پیدا کرد فقط کنجکاوی درباره گذشته جهان نیست. این سوال مثل کلیدی است که میتواند درهای تازه‌ای را به سوی آینده علم، فناوری و حتی فلسفه باز کند. درک این راز نه تنها داستان پیدایش کیهان را روشن‌تر می‌کند، بلکه به ما کمک می‌کند جایگاه خود را در این جهان پهناور باز تعریف کنیم. هر کشف علمی جدید درباره این معما همانند تکه‌ای از یک پازل عظیم است. تصور کنید اگر روزی بفهمیم که این عدم تعادل نه تصادفی بلکه نتیجه یک قانون عمیق‌تر طبیعت است. چنین کشفی می‌تواند نگاه ما را به جهان دگرگون کند، درست همانطور که نظریه نسبیت اینشتین در اوایل قرن 20 درک ما را از فضا و زمان به کلی متحول کرد.
حل این معما نیز میتواند پایه‌های علم فیزیک را وارد مرحله تازه کند. تاریخ نشان داده که کشفیات بنیادی در فیزیک حتی اگر در ابتدا انتزاعی و صرفاً نظری به نظر برسند، دیر یا زود به فناوری‌های انقلابی منجر می‌شوند. شناخت رفتار ماده و ضد ماده پیشتر باعث پیشرفت‌هایی شده است، از قبیل پرتونگاری پزشکی، استفاده از نابودی پوزیترون‌ها و الکترون‌ها برای تصویربرداری دقیق از بدن و یا شتاب دهنده‌های ذرات که علاوه بر پژوهش‌های بنیادی در درمان سرطان یا همان پرتو درمانی پروتونی هم کاربرد پیدا کردند. حتی همین فناوری‌های نوینی که برای مطالعه این معما ساخته می‌شوند، مثل آشکارسازهای فوق حساس یا سیستم‌های محاسباتی قدرتمند، در آینده می‌توانند به زندگی روزمره ما راه پیدا کنند. اگر روزی بتوانیم به طور کامل بفهمیم چرا جهان به شکلی نامتقارن آغاز شده، شاید بتوانیم قوانین طبیعت را در سطحی کنترل کنیم که امروزه حتی تصورش هم ممکن نیست. این فهم عمیق‌تر می‌تواند به پیشرفت در انرژی‌های نو، سفرهای فضایی و حتی درک ماهیت زمان و مکان منجر شود. این جستجو تنها به ابزارهای آزمایشگاهی محدود نمی‌شود. هرچه بیشتر از جهان می‌آموزیم، پرسش‌های تازه‌ای پدیدار می‌شوند که مرز میان علم و فلسفه را کمرنگ‌تر می‌کنند. تصور کنید روزی بتوانیم پاسخ قطعی به پرسش‌های بنیادینی مثل این بدهیم: چرا جهان از چیزی ساخته شده و نه از هیچ چیز؟ آیا این عدم تعادل بخشی از یک طراحی کیهانی است یا نتیجه تصادفی قوانین کوانتوم؟ و آیا این قوانین در همه جا یکسانند یا فقط در جهان ما به این شکل عمل می‌کنند؟ این نوع پرسش‌ها ذهن انسان را به کاوشی عمیق‌تر درباره جایگاه خویش در کیهان سوق می‌دهد. همانطور که کشفیات کوپرنیک، گالیله و انیشتین نگاه ما به جهان را از مرکزیتی زمین محور به دیدگاهی وسیع‌تر تغییر داد، کشف راز ماده و ضد ماده می‌تواند دید ما را نسبت به هستی و حتی معنای حیات باز تعریف کند و آینده‌ای که ما می‌سازیم. در نهایت کاوش درباره ماده و ضد ماده یادآور این نکته است که ما بخشی از جهانی هستیم که خودش از یک ناپایداری کوچک و شگفت‌انگیز متولد شده است. همین حقیقت ساده الهام بخش دانشمندان و مهندسانی است که به دنبال فهم بیشتر قوانین طبیعتند. آینده ما وابسته به همین تلاش هاست. تلاش برای پرسیدن سوالهای درست، ساخت ابزارهای دقیق‌تر و جستجوی حقیقتی که شاید هرگز پایان نداشته باشد. هرچه بیشتر به اسرار کیهان پی میبریم، احتمالاً با پاسخهایی روبرو میشویم که نه تنها به پرسش‌های قدیمی پاسخ میدهند، بلکه پرسش‌های جدیدی هم پیش روی ما میگذارند. و این چرخه پرسش و کشف جوهره پیشرفت بشری است. ما جهان را میشناسیم و این شناخت درک ما از خودمان را دگرگون میکند. سپاسگزاریم که با ما در این سفر شگفت انگیز کیهانی همراه بودید. سفری که از دل اتم‌ها و ذرات بنیادی آغاز شد و تا لبه‌های جهان در حال گسترش ادامه پیدا کرد. هر اپیزود این کانال مثل باز کردن دری تازه به روی یکی از رازهای بزرگ هستی است. رازهایی که هزاران سال ذهن بشر را به خود مشغول کردند. با یک کلیک ساده روی سابسکرایب شما نه فقط یک شنونده یا بیننده هستید، بلکه همراهی هستید در این ماجراجویی علمی فلسفی و هر لایک شما انگیزه است برای ادامه این مسیر و هر نظر شما جرقه‌ای تازه برای شروع بحث‌های عمیق‌تر و کشف ایده‌های نو. جهان ما پر از پرسش‌های حل نشده است. پرسش‌هایی که بارها و بارها در این برنامه مرور کردیم. با هم می‌توانیم این پرسش‌ها را از زاویه‌ای تازه نگاه کنیم. مرز میان علم و فلسفه را کمرنگ‌تر کنیم و درک خود را از واقعیت گسترش دهیم. اینجا جایی است که کنجکاوی و دانش
به هم میرسند. پس اگر عاشق کشف ناشناخته ها هستید به جمع ما بپیوندید. غرق این سفر کیهانی شوید. سفری که پایان ندارد، چون جهان بی انتهاست و قرار است که به پرسش های بی پایان ما کمی سامان دهد. به زودی در پادکست بعدی شما را خواهیم دید.